سلام بچه‌ها، چطوریم؟ بریم سراغ تریدای روز جمعه 15 آگست که در مجموع تقریبا $500 زیر $500 ضرر شد که اگر این نکته رو رعایت می‌کردم خب این ضررها رو نمی‌خوردم. بریم روی چارت خیلی سریع. من اسکرین رو روشن بکنم. اول ترند تایم بالامون 1 ساعته 4 ساعته‌ای که داشتیم رو بکشیم. ببینید این یه ترندی بود که داشتیم، حالا این 1 ساعتشه که خب نقطه اول اینجا داشتیم، نقطه دوممون اینجا بوده. این تایم فریم بالایی بوده که تو روند صعودی داشتیم و ریاکشن خوبی هم بهش نشون داده. هم نقطه اول که از اینجا انقدر تهاجمی رفته بالا، هم نقطه دوم که خیلی خوب رفته بالا. این رو داشتیم. حالا منتظر بودیم بیاد اینجاها موقعی که بازار باز میشه ببینیم چی کار میکنه، که حالا باید بریم تایم فریم پایین‌تر، ترندهای تایم فریم پایین‌ترمون رو بکشیم. ببینین اینجا بازار باز شده توی این کندل مشکی خیلی قوی. خب یعنی ما اینجا یه بازار قبل اونو داشتیم میدیدیم دیگه. در واقع اینجا ترندی که تو 5 دقیقه داشتیم این بوده، نقطه اولمون یه لو داده، نقطه دومین لو رو داده و حالا ما منتظر میتونستیم بشینیم ببینیم که اینجا چی کار میکنه، که نیومد، خیلی هم فاصله گرفت. حالا اومد اینجا رو شیکوند و رفتش پایین و اینکه من اینجا وارد نشدم به خاطر اینکه بدونی چیز 5 دقیقه‌ای خیلی واضحی برای من نبود که بخوام وارد بشم و یعنی این با این منطق اینجا وارد نشدم. یعنی منتظر بودم که خب یه ترند 5 دقیقه‌ای داشته باشم که طبق اون هم وارد بشم. یعنی صرفا اینکه یهو تو یک کندل ترند 1 ساعت 4 ساعت همون رو بشکونه تاییدیه خوبی نیست، چون که ترند تایم فریم بالا خب تایم بیشتری میبره تا تکلیفش رو با اون ترند مشخص بکنه. حالا در هر صورت اینو تا اینجا تونستم کنترل بکنم، ولی بعدش نشد که اولین حسابی که خوردم معامله اینجا بود که توی کندل 11.35 اومد خورد به ترند و قوی شیکون. یه حساب اینجا خوردم، من سل گرفتم، اینجا پایینش سل گرفتم، استاپ بالاش و 1 به 2 اینجا میشد که بعد میداده و اومده توی 3 تا کندل بعدش حساب منو زده و وقتی که وارد انقدر قوی وارد کانال شد دوباره من اینجا بای گرفتم و دوباره حساب منو زد. یعنی روی کندل بعد اینکه کندل 11.50 بسته شد من بای کردم، حسابم گذاشتم، 1 به 2 میشد اینجا و اومد دوباره حساب من دقیقاً توی کندل بعدیش زد، یعنی توی یک کندل بعدش. و حساب بعدی که خوردم دوباره توی کندل 12.50 دقیقه بود که دوباره اینجا بازی کرد و اومد یه کندل قوی بست به سمت پایین که من اینجا دوباره سل کردم و حساب منو دوباره زد. اینجا من اینجا سل کردم، حساب منو اینجا 1 به 2 میشد اینجا، ولی حساب منو اینجا زد. حالا چی بود داستان؟ این که خب اگه چی رو رعایت میکردم اینجوری نمیشد. این که توی هیچ کدوم این ترید هایی که انجام دادم تاییدیه کندل 5 دقیقه نداشتم. من 2 بار سل کردم، حسم این بود که میره پایین، یعنی ما نزولیم، برای همین سل میکردم. ولی درستش چی بود؟ درستش این بود که آقا یه تاییدیه 5 دقیقه وقتی اینجوری داره میره بالا و انقدر ریز داره اصلاح میکنه، ببینید این خودش یه پترنه. وقتی یه ریزش سنگین داریم و داره سعی میکنه بره بالا، مثلا ببینید اینجا این فاصله ای که از اینجا تا اینجا اومده 1 2 3 4 5 6 تا کندل طی کرده، اینجا نزدیک 20 تا کندل، 20 25 تا کندله و این اصلاح این رونده به سمت بالا نیست و این بایی هم که اینجا گرفتم خب اشتباه بود. میگم تاییدیه 5 دقیقه‌ای نداشتم، من میتونستم این خط روند رو بکشم و کجا بگیرم، یعنی معاملات من کجا شروع میشد، اینجا باید شروع میشد، اینجا روی این کندل که این رو میگرفتم و اینجا احتمالاً استاپ میشد، ولی روی پول بکش که دوباره برگشته و انقدر قوی زده این معامله من وین میشد. یعنی میشد یه مثلا 250 تا اینجا ضرر بخورم، یه 500 تا 1 به 2 اینجا بده
بگیرم، یعنی با 250 تا سود بیام بیرون، نه اینکه 500 تا ضرر بشه هر جایی وارد بشم. پس تاییدیه تایم فریم پایین خیلی مهمه. وقتی که میرسیم به ترند لاین تایم فریم بالا، باید منتظر باشیم یه تاییدیه ترند لاین تایم فریم پایین هم به ما بده. یعنی باید تو تایم فریم پایین یا مثلا توی خود همون روز، مثلا اینجا یه تایم فریم پایین، مثلا این میشه ترند تایم فریم پایین 5 دقیقه که تو خود همون روز شکل گرفته. این میشه ترند تایم فریم پایین که تو خود همون روز شکل گرفته. حالا یا میتونه قبل سشن باشه یا میتونه بعد سشن نیویورک باشه. که اینجا اینجوری بود، یعنی من وای میسادم یه تاییدیه. خب ببین اینجا این 4 ساعته، این ترند 4 ساعت همون بوده، اینجا شیکونده اومده پول بک بهش زده، ولی من نمیتونم تو اینا وارد سل بشم یا بای بشم. بعد وایسم یه تاییدیه تایم فریم پایینتر مثل این ترنده بگیرم که شکستش، حالا ما وارد بشم. اینجا من اگر تا اینجا پوزیشن نمیگرفتم و وای میسادم که این رو بشونه و بعد پوزیشن بگیرم، یه دونه اینجا میگرفتم بعد کندل 14-15 که این استاپ میخورد و 250 تا ضرر میشد. بعدش اینجا میگرفتم که این تیپیشو اینجاها میداد و سود میشد، یعنی یه $500 سود، یه $250 ضرر، در مجموع میشد $250 سود. که عجله کردم، احساساتی ترید کردم و ترس از دست دادن، همینه دیگه، چیز خیلی عجیب غریبی نیستش و یه جاهایی گریبان همه رو میگیره. باید این رو رعایت بکنیم. حالا در مجموع هفته خوبی بود واقعا. 4% سود بودیم، یعنی تا قبل جمعه تو 6% خورده ای سود بودیم، ولی خب 500 تا حساب خوردیم، شد سودمون تو هفته 4% و 4% فوق العاده است. شما فکر اینو بکنین که خب اکانت 100-200 اون تو اون ویدیو توضیح دادم، هر چقدر فانده بره بالاتر این درصده پولیش بیشتر میشه، دلاریش بیشتر میشه. شما نخواهیم با یه اکانت کوچیک درصد رو بیشتر کنین، همون درصد کمو بزنین رو اکانت رو بیشتر بکنین، یعنی اون فاند اکانت رو بیشتر بکنین. 100,000 ریل داشته باشین 4%ش میشه $4,000. 50,000 ریل 4%ش میشه $2,000. $2,000 میشه تقریبا نزدیک 180 خورده، نزدیک 190 میلیون. 190 میلیون پول کمی نیست که شما با یه هفته ترید کردن بتونید داشته باشی. و همین، امیدوارم هفته دیگه، حالا ما الان 26 و دوباره 30 خورده ایم، 26 خورده ایم، یعنی یه 4% دیگه میخوایم. امیدوارم هفته بعد هفته خوبی باشه، اون 4% هم بتونیم بگیریم و مرحله اولش پاس بشه تا بریم مرحله دوم و ان شاءالله که مرحله دوم پاس بشه، ریل داشته باشیم. و همین، این نکته رو خیلی رعایت بکنین، ترند تایم فریم بالا و تاییدیه ترند تایم فریم پایین. مخلصم، خدا نگهدار.